به نام خدا. سلام به همه شما بینندگان عزیز. به اولین نشست تخصصی فرصت‌های نهفته در توسعه سواحل مکران خیلی خوش آمدین. این نشست به همت تیم رسانه‌ای گلزمین، مجموعه نویان، مجموعه مکو ایران و همینطور مؤسسه جغرافیایی سحاب برگزار میشه. خوش آمد میگم به همه شما بینندگان عزیز و همینطور مدعوین عزیزی که تشریف آوردن، مهمانان عزیزی که در سالن هستن و همینطور مهمانانی که امروز در خدمتشون هستیم. خیلی خوش آمدین. خیلی ممنونم از اینکه ما رو همراهی میکنین. در خدمت شما هستم. کاملی مصاحبه‌ای داشتید شما و اینجا فرمودید که توسعه پایدار توسعه فرهنگ پایه است. در این خصوص من می‌خواستم این سوال از شما بپرسم که چطور میشه که توسعه رو طوری پیش برد که هویت فرهنگ بلوچ رو حفظ بکنه؟ نکته‌ای که در باب توسعه وجود داره تو همه جای دنیا و هر جای از کشور که بریم حتما باید به این جنبه دقت که اگه میخواد توسعه مردم پایه باشه، حالا توسعه های کمونیستی، توسعه های به اصطلاح نفتی معمولا شعارشون ممکنه بدن ولی مردم پایه نیستن. اصلا ابتدا بسته که دولت یه مدیریت متمرکزی روی امور میکنه، درست میاد اقتصاد رو همه چی رو خودش مدیریت میکنه. ما شعارمون اینه که یه انقلاب فرهنگی کردیم، انقلاب مردم پایه داشتیم و مردم باید موتور محرک تحول اجتماعی باشن. هرچی این حرفا رو میزنیم شما در حوزه مناطق قومی و مذهبی اینو ضرب در دو کنید، پیچیدگی‌هاش، سختی‌هاش، خاطر دینامیکی که اونجا وجود داره و من میخوام فقط به چند تاش اشاره بکنم چون تا موضوع شفاف نشده نمیشه راه حل درستی هم داد. حتی چه بسا من با جانشجوهای بلوچم که میشینم درباره این موضوعات حرف میزنم چون گاهی اوقات ما یه خودآگاهی لازم داریم، یعنی متوجه نیستیم که مانع حرکت ما در سیستان و بلوچستان نوعاً چیه. من حالا اون 7-8 نکته‌ای که نوشتم برخیش مربوط به این نکته‌ای است که حضرت عالی پرسیدید، اینجا اجازه میگیرم عرض کنم. یکی این که تو بلوچستان ما یه ساختار خیلی پررنگ قومی و طایفه‌ای داریم. این چه اثری میذاره بر ساختار اجتماعی؟ این خیلی سوال مهمیه. یا مثلا فرض کنید شما در بلوچستان، سیستان و بلوچستان هنوز به نظر من بخش مهمی از جامعه روابط اجتماعی و ساختارهای به اصطلاح اجتماعیش رو مبتنی بر سنت طراحی میکنه، نه مبتنی بر مدرنیسم. مثلا شما نهاد اجتماعی مدرن در بلوچستان نمیتونید خیلی جدی پیدا بکنید، به جاش نهادهای اجتماعی سنتی زیاد دارید و ما هم بلد نیستیم. ما که از تهران و مشهد و اصفهان همیشه میریم اونجا که اونجا پیش‌فرض گرفتیم که اونا چیزی نداشتن و ندارن و ما باید مثلا بگیم، ما هم بلد نیستیم با اون نهاد کار کنیم. من مثال فرهنگیش میزنم بعد مثال اقتصادیش هم میگم. مثلا شما یاد گرفتید که با مثلا NGO ها و تشکل ها کار کنید. خب اونجا NGO وجود نداره، به جاش NGO های سنتی وجود داره بسیار قدرتمند مثل مکتب ها، مسجد ها، جماعت تبلیغی ها و غیره که نفوذ اجتماعی داره، مقبولیت اجتماعی داره و داره کارکردهای خودشو داره. حالا بگیم یه مقدار تو ساختار قومی هم برم، میشه ساختارهای ریش سفیدی و اون سلسله های به اصطلاح طایفه‌ای و سردار و این ساختار اجتماعی که سنت اون منطقه شکل داده. ما چون بلد نیستیم با این ساختار کار کنیم و بلد نیستیم نرم افزار توسعه رو اینا نصب بکنیم، میریم اونو نابودش میکنیم. میریم میگیم نه باید بری نهاد فلان شکل بدهی، اینی که ما میگیم و باید شکل بدی، چون ما بلد نیستیم مدل دیگه ای. یعنی اگر مخاطب من تو این بحث فقط دانشجوهای بلوچم باشه، بحث این است که یه خودآگاهی درستی از خودشون اگه پیدا بکنن و درک درستی شکل بگیره شاید بهتر بتونیم دربارش گفته بکنیم. یکی از لایه‌هایی که در حوزه اجتماعی در سیستان و بلوچستان باید بهش توجه بشه همین نقطه ساختار طایفه‌ای است. شما در داخل خود بلوچ‌ها فارغ از اینکه رقابتی با یه قوم دیگه‌ای ممکنه داشته باشن و اینها، در داخل خود بلوچ‌ها رقابت خیلی جدی طایفه‌ای رو شاهد هست. بین خود طوایف بلوچ رقابت‌های جدی وجود داره، نشانه‌هاش هم تو جای مختلف میتونید ببینید که مثلا شما ایام انتخابات مجلس چون تنها انتخاباتی است که اونجا خیلی رنگ و بوی جدی داره، چون در انتخابات ملی احساس نمی‌کنن خیلی نقشی دارن، در انتخابات شورا هم که حالا اون بحث خودشو داره. می‌بینید مثلا از 4 ماه 5 ماه قبل دعواهای طایفه‌ای شروع میشه که دفعه قبل فلان طایفه رأی آورده، این دفعه باید فلان طایفه رأی بیاره.
این ساختار رقابتی قومی و طایفه‌ای و اصل این که من ذیل هویت قومی و طایفه‌ای تعریفش میکنم 3-4 تا مؤلفه ذیلش داره. فوایدی داره، مضراتی هم داره. مثلا یکی از فواید طایفه این است که بسیج اجتماعی خوبی ایجاد میکنه. راحتی. شما مثلا به ریش سفید اون منطقه بگید که آقا اینجا دعوا شده برو حلش کن، یکی رو کشته اونجا خون به خون دارن و از این بحثا، ریش بزرگ طایفه میگه که بس میشه. مثلا حتی میخوام بگم بعضی جاها رفته نظام رو این چیزا نشسته دیگه، مثلا رفته این طرح امنیت اون منطقه، طرح شهید شوشتری یا اسمای دیگه که داره رو این بسته، گفته آقا من با بزرگ طایفه میموندم، اون ضمانته. چرا ضمانته؟ من مدرن درکی از اون پدیده ندارم، من فارس، منی که تو زیست قومیتی بزرگ نشدم درکی ازش ندارم که اون هویتش براش همه چیزشه. آیا این هویت جنبه تهدید هم داره؟ بله. ما رفتیم توی منطقه‌ای چون این ساختار طایفه‌ای چند تا ویژگی داره، یکیش مثلا اینه که سلسله مراتبیه. حالا من نمیخوام به فامیل‌ها اشاره بکنم، اونجا فامیل‌هایی دارید که مثلا حالا بعضیشون بزرگزاده، مثلا فامیل‌های دیگه هم دارید که مثلا این نوکر اون بوده به صورت تاریخی، به صورت سنتی. خب آیا این میتونه مفید باشه یا مضر باشه؟ بله. ما رفتیم توی منطقه‌ای کار مثلا صنایع تبدیلی خرما بکنیم، با یک سری از جوانای اون منطقه بستیم توی روستایی و شروع کردیم به کار. دیدن چقدر خوب خرماشون هم زود ترش میشد و ارزون هم ازشون می‌خریدن، کتوک درست کردن و اینا و سود خیلی خوبی کردن. گفتیم سال بعد به سختی اونجا زمینم کم بود، یه جایی پیدا کردیم که بتونیم مثلا خلاصه سیب سلامت بگیریم و اینا. گفتیم خب کال روستا رو یه تعاونی تشکیل بدیم، بیایم شروع کنیم. رفتن فکراشونو کردن، با وجود این سود خوبی که براشون داشت گفتن ما کنار نوکرامون نمیتونیم سر یه میز بشینیم، با اینکه اکثریت روستا به قول اینا چی بودن؟ اون طبقه دوم بودن، مثلا 70% روستا اونا بود. شما اگه این درک رو از اونجا نداشته باشید، پا میشید میرید فکر میکنید که اونجا مثلا تهران، اصفهان، مشهد و فکر میکنید با همون روش‌هایی که همه جا داره. بعدم الگو دارید، میارید الگو، میگید آقای فلانی، خانم فلانی اینا در مثلا اصفهان و مشهد ترکوندن، کارآفرین راه انداخته، اصلا کارخونه زده، مثلا 5000 نفر آدمو درگیر کرده فلان. میری اونجا میبینی تو همون لایه اول ترکید کار. الگوی موفقش بدون این ذیل همون نکته اولمه، بدون شناخت ساختار اجتماعی مناطق قومی که مخصوصا پیچیده‌تر هست، شما نمیتونید اصلا اونجا ورود کنید برای توسعه پایدار، مگه اینکه بخواید با همین مدلی که الان هست بری پتروشیمی بزنی، فولاد بزنی، فلان بزنی، کاری هم شاید خیلی نداشته باشی به بدن اجتماعی. بدن اجتماعی میتونه اصلا درگیر بشه، نمیشه. حالا من یکی از نکاتم ذیل سرفصل توسعه است که اونجا یه سری نکات رو عرض خواهم کرد. اصلا چه بسا بعضی از صنایعی که شما بردید فارغ التحصیل اون رشته اصلا نداشته باشه تو منطقه، اونجا به دلیل بحران توسعه که بوده، یعنی قطعاً کم توسعه یافته ترین استان کشور، شما هنوز بزرگراه نداری تو این استان، هنوز دارن جاده‌هاشو دو طرفه میکنن، هنوز دارن خط راهن میکشن. شما با این زیرساخت چجوری میخوای بری مثلا یک کاری که نمیدونم های تک میخواد، نمیدونم فارغ التحصیلای دانشگاه‌های خوب میخواد بلند و مجبوری از جای دیگه بیاری، بعد اثرش چی میشه؟ توی اون سرفصل دیگه من دارم بحث بی‌اعتمادی و ناامنی هویتی، این میشه که اون مردم احساس میکنن که شما نخواستی اونا رو به کار بگیری، در صورتی که شما سیاست توسعه اشتباه بوده، رفتی روی صنعتی سرمایه‌گذاری کردی که اونجا اصلا نیروی بومی نداره. شما اگه بخوای هم نمیتونی اون صنعت اونجا بومی پایه گذاری بکنی. اون مجبوره بشه نگهبان دم در، اون مجبوره بشه کارگر مثلا اون کارخونه، چون هویت فرصت‌هایی هم داره. همونطور که اشاره کردم مثلا تو طایفه که بسیج اجتماعی هم میتونه ایجاد بکنه که هست، شما نمیتونی ساختار اجتماعی اونجا رو بری بهتر کنی، خرابش کنی یا نایده بگیریش. باید از فرصتاش استفاده کنی، تهدیداشو به حاشیه ببری. هویت میتونه در صورتی که اعتماد ایجاد کنی برای شما سرمایه‌گذاری بیاره. کیشکور خودرو یک تجربه است، یک تجربه تلخ. چند صد میلیارد جیب مردم رو زد رفت. پس مردم اونجا پول دارن، ترنوور مالی اونجا به دلیل قاچاق و مسائل دیگه بالاست. من همین هفته پیش داشتم از پاکستان میومدم، کنارم یه جوونی بود داشتم میرفتم عمان، بلوچ ایرانی بود ولی خب اون برای مرز افتاده بود بنده خدا. میگفت من فاصله 5 دقیقه‌ای مرزم، کار قاچاق میکرد و اینا. داماد عمانی‌ها شده بود. حالا عمان که الان مثلا هر ریال عمان $3.8 دلاره.
یعنی خب وضع مالیش خوب میشه، چی میشه، این پوله کجا میره؟ فقط تبدیل به خونه تو شیراز و اصفهان و تهران و مشهد و اینا میشه، تبدیل به پول در یا خونه مثلا در خلیج و غیره میشه، یا نه میتونه از این هویت اتفاقا چون تعلق هویتی داره. یعنی شما اینقدری که کرد با لباس جین میبینی بلوچ رو نمیتونی ببینی. بعضی از بلوچ‌ها رفقای من به قول خودشون میگن لباس فارسی ندارن، فقط لباس بلوچی داره، هیچی. رفته دانشگاه بهش گیر دادن گفتن باید لباس رو عوض کنی، نداشته اصلا. حالا چرا گیر دادن من نمیدونم، ولی توی مثلا غرب کشور آمد دانشگاه. یعنی پس هویت میتونه آورده اقتصادی داشته باشه اگر ما ساختار اجتماعی بسیج اجتماعیشو بفهمیم، تطبیقش رو توسعه رو بفهمیم، میتونه به سرمایه‌گذاری بومی هم منجر بشه اگر عنصر اعتماد که حالا توی سرفصل دیگه باید درباره صحبت کنیم بتونیم فراهم بکنیم. بلوچ سیستان و بلوچستان باور نکرده که قراره یک کار واقعی اونجا اتفاق بیفته. همین باور نکرد. یعنی طرف تهش میگه آقا قراره اینها یک سفره پهنه از نفت و اینجا پتروشیمی هم که بوی اصلا نفت میده. یه سفره پهنه. اصلا اینا اینجا قرار زندگی کنن؟ اینا کی ما رو قرار درک کنن؟ درک واقعیش اینه. شما اینو نتونستن بشکنید. زمیناشم به مالکیت اینا این شرکت رو در اومده. من چه کارم؟ حالا اون زمیناش که خودش توی دعوی داره ها. شده قصه جایی باید در بیاد. ما اگه بخوان کار صنعتی بکنن نمیشه بگن آقا خب زمین بدون زمین میشه. ولی این زمین این رفته مالکش فلان شرکتی که ازم من دخلی بهش ندارم. اون میگه اگه من خیلی دیگه نفوذ داشته باشم به لحاظ طبقه اجتماعی تو بلوچ‌ها بالاتر از بقیه باشم باید پمپ بنزین بگیرم. بله پمپ بنزین میگیرم. معامله‌ای که میشه دیگه مولویش سیاسیش همه تنها چیزی که میگه بکنم این چیزی پمپ بنزین میگیره تهش دیگه خیلی میلیاردرشونه. بقیه هم که بشن کارمند اون پمپ بنزین کارگرمون. گرونترین پمپ بنزین‌های ایران در اون منطقه است. یک فکستنی میلیاردها قیمتش خرید فروش میشه. فروش حالشون تو این شرایط آیا میتوانید یک نسل جوانی تربیت بکنید که این آدم بیاد با این نگاه دیگری واقعا زیست کنه؟ من نمیدونم. اصلا شما هر معجزه‌ای پیغمبرید، من نمیدونم. شما شاید پیغمبر جام کمیلی میشه. جام کمیلی ببخشید میشه. ببینید همین بحث‌های آموزشی که شما دارین دنبال می‌کنی، خب ما می‌خواستیم بریم اونجا هنرستان فکستانیشون رو مثلا دریایی بکنیم. ببخشید زبان روزه میگم براتون. من آخر سر این آموزش پرورشی ها رو یه هفته آوردم، یک مجموعه تو بندرعباس داشتیم نشستیم اونجا، اینو من مصورش کردم اونجا کی 15 اسفند 15 معامله کردین؟ نه معامله نمی‌کنم. نه 15 شهریور یه 4-5 روز نشستیم اینجا، اون صورت جلسه‌اش مصوبه شد و ظرف 2-3 روز من تونستم کد در واقع یه مجموعه رو توی جاسک تغییر بدم دریاییش بکنم. چرا؟ چون که هی اینا میگفتن میشود، ما میرفتیم بیرون میگفت نمیشود. چرا؟ چون که خانم آموزش پرورشی‌ها میگن چرا من برم دنبال یه دردسر جدید بگردم، یه کد جدید بشه این حرف. مثلا که شما میفهمید واقعا همیشه وجود داشته. یه اتفاق بزرگی که در اونجا یعنی به وجود اومده ناتوانی آموخته شده هستش. یعنی این نهادینه شده در اینا که وضعیت همینه، چرا ما بخوایم تغییرش بدیم. اونجا من کارگر داشتم که حالا چند تا فرزند داشتش، اینجوری بود اونجوری بود، بچه‌هاشو ول کرده بود، این حرفا براش هم مهم نبود چه اتفاقی براش میخواد بیفته و این حرفا، و اصلا براشون تغییر وضعیت اجتماعیشون براشون مهم نیست. میخوام به اینجا برسم. تو بحثایی که من حالا با بچهای علاموز بیشتر دوستان اون موقع من دنبال میکردم، ما خواستیم همین آموزش‌ها رو بعداً بیایم برای مجموعه کوه مبارک و چون که نزدیک سری بود راشون میتونستم ارتباط بگیرم. صحبت هم سر این بود اگر ما مثلا میخوایم بیایم مهارت جوشکاری رو یاد بدیم یه کار فرهنگی هم بعد درونشون به وجود بیاریم که اگر ببینید خواهش من به این جمله دقت کنیم، اگر مکوران مهمترین منطقه ایرانه، کارگری هم که داره در اینجا کار میکنه باید متعهدترین و متخصصترین و بهترین کارگر ایران باشه. ببینید یعنی میخوام بهتون بگم خواهش می‌کنم اینو نه به عنوان یک حاشیه آموزش، یعنی اول ما باید بریم روی این مسئله کار بکنیم که اون وقت اون افتی که شما میفرمایید از 600 تا و 400 تا و یه دونه آخر سر صورت نگیره. از اولش افرادی بیان نگاهشون این باشه من میخوام بهترین کارگر باشم. همون کاری که کارگر آلمانی اومده فولکس واگن رو مثلا به عنوان غرامت جنگی داده و بهترین ماشین بود و مسائلی از این قبیل. پیشنهاد میکنم اگر تو این بحثا میخوایم وارد بشیم به این مطلب خیلی بیشتر دقت بکنیم که اینها باعثی با یه سری مسائل روانشناسی و مشاوره نه در انتها
از همون ابتدا در واقع روش کار بشه و مسائلی از این. ماشاءالله، دست شما درد نکنه. ممنونم. من از صحبتی که شما فرمودین میخوام وام بگیرم که ما احتمالاً شناخت خوبی نسبت به مردم منطقه نداریم. از استاد سیفی میخوام این رو بپرسم که با توجه به این عدم شناختی که ما از مردم منطقه داریم، طرح توسعه‌ای که نوشته شده رو علاوه شما اینطور ارزیابی میکنید که انتفاع مردم منطقه، حالا خصوصا دانشجوی بلوچ توش دیده شده؟ خدمت شما عرض کنم ما تا سال 92 با دوستان زیادی صحبت داشتیم که این همه مشکلات توی سرزمینی چه باید کرد. این سوال چه باید کرد رو شروع کردیم بپرسیدن. از خیلی ها پرسیدیم، هر که رسیدیم، از دانشگاهی، از راننده تاکسی، از کشاورز، تو روستاها، تو عشایر راه افتادیم و این پرسیدیم چه کنیم. میگی آقای راننده میگه بعد چه کار کنیم و صحبتاشون رو جمع بندی کردیم. در سال 92 به این جمله رسیدیم که ما بزرگترین چالشمون که پیرامونمون هست اینه که همین عدم اتصال ایدمون با مردممونه. ما خواسته هامون رو با مردممون نیومدیم مشترک بکنیم، مشکلاتمون رو به مردم انتقال دادیم ولی خواسته های خوبمون رو و رسالتی که به مردم میتونیم واگذار کنیم ندادیم. ما گرانی رو بهشون دادیم ولی چه باید کرد رو نه بهشون گفتیم، نه اجازه دادیم دخالت در چه باید کرد بکنن. لذا اومدیم با خیلی جنبندی ها به 4 کلمه رسیدیم و اون این بود که پویش تجدید حیات حکیمانه در کشور با برش شهرستانی. در ایران 450 60 70 شهرستان داریم. با این شهرستان‌های جدید گفتیم هر شهرستان یه هویت. تا میگین فلانی میپرسیم کجایی. این کجایی بودن آدم ها، شاهرودی هم، سمنانی هم، کرمانی هم، این یه هویت میده و همه ساختار اجتماعیش در اونجاست. بلوچستان خب دشتیاری یه قصه داره، چابهار یه قصه داره، ایران شهر یه قصه داره. ما اومدیم پویش تجدید حیات حکیمانه رو، بعدش هم در اون مجموعه، یعنی در هر شهرستان یه اتاق فکر رو فکر کردیم. از 2 نفر، 5 نفر، 3 نفر، 10 نفر و بعضی شهرستان ها بیش از 100 نفر عضو این اتاق فکر جمع شدن. و قصه اولمون این بود که ما با اینها هم کلام بشیم، یک سکوی بیان و صحبت باشه و در دنیای مجازی. و الان در تمام شهرستان‌های ایران ما این رو اومدیم شکل دادیم و اولین بحثمون هم پایش دانش نیاکانی اون شهرستانه. یعنی ما اول میگیم این شهرستان این دانش نیاکانیش چیه. همین بحثایی که آقا فرمودن روی قصه، خب بله اینها سنت‌های خودشون، روش‌های خودشون، مدیریت‌های خودشون دارن و جامعه ایرانی جامعه‌ای بوده که اصلا جریان قضاوت و داوری و حل مشکلات مردمی جزء بیس زندگی مردم بوده، نه اینکه مشکلی میمونده نه هیچ وقت بلافاصله می‌نشستن این رو خون بس اینجا میدادن، اونجا یک جریان دیگه میدادن، شمشیری و قرآنی و پولی میبردن پیش کسی که بچه‌شو کشته شده بود، میگفتن این رو اومدن یا با شمشیر قصاص کن یا به قرآن ببخش یا با این پولا حلال کن. و با همین روش اون مینشسته فکر میکرده، مثلا میگفته خب من قرآن اگه احترام نکنم پس به چی احترام کنم؟ خب من به قرآن میبخشم و این دیگه هم بدی یا نه اینکه برای من کار کنه یا اینکه اصلا اینجا دیده نشه، من نبینمش، بره دورتر به فلان، من میبینمش ناراحت میشم. این منش رو ما اومدیم در تحت عنوان پایش دانش نیاکانیان. منتها شما بدون دانش مدرن، بدون تکنولوژی مدرن، بدون انرژی‌های جدید مگه میتونید حرکت کنید؟ بله بلوچستان از این نظر عقب مونده است، مشکلات داره، ولی چرا هنرستان ها رو توسعه ندیم؟
چرا مهارت‌های مختلف رو گسترش ندیم؟ چرا دانشگاه‌ها رشته‌های مورد نیاز رو سریعا سازمان ندن؟ این آدم رو در چابهار، در بلوچستان، در هر نقطه‌ای آماده کنیم برای یک زندگی مطلوب و متعالی، در عین حال که حفظ لباسش، فرهنگش، اخلاقش میشه، منافاتی نداره. ما این رو هم الان بهترین اساتید تو دنیا توی خلیج فارس از بلوچان، رئیس آموزش پرورش امارات یه خانم بلوچه از لاشاره، یا نمیدونم رئیس فرمانده لشکر عمان یه ایرانی بلوچه، اونجا فرمانده لشکر و ارتش عمانه. و ما از همه این ویژگی ها استفاده کنیم برای ساختن یک جامعه. 3 ماهه یکی جوشکار بشه، 6 ماهه یک کسی خیلی کارهای اساسی یاد میگیره. ما اینو شروع کنیم و بعدش این سرمایه و این انرژی رو بخشش هم بیاد در مکران، بخشش در کل بلوچستان فعال بشه. شما نیاید توسعه نقطه‌ای شرط نیست شما موج تحول رو ایجاد کنید. این یه سنگی که تو دریا میفته موجش تا قطب جنوب میره، شما یه جریانی اونجا ایجاد کنید که موجش تمام ایران رو در بر بگیره. مگه عیبی داره؟ من اعتقاد این مدل رو دارم. حالا ببینید میتونه مفید و فایده باشه در این حرکت خوبی که عزیزان انجام میدن. من هم در توانم مشارکت. ممنونم از شما، دست شما درد نکنه. امیر، من از شما بپرسم که الان دانشگاه‌ها ظرفیت این رو دارن که بخوام مهارت آموزی بکنن به بچهای بلوچ در استان که در راستای توسعه دریا محور، حالا خصوصا سواحل مکران، بتونن که قدمی بردارن؟ عرض کنم که من قبل از اینکه به سوال شما پاسخ بدم، چون که مطلب بسیار مهمی رو جناب کمیلی فرمودن، از وقت خودم عرض تکمیلی ایشون رو میخوام داشته باشم. ببینید جناب کمیلی اولا به یک مطلب بسیار مهمی اشاره فرمودن، اونم عدم شناخت صحیح از منطقه هستش. متاسفانه ما با یک اکثریت حاضر در منطقه اهل سنت، متاسفانه وقتی در مقیاس ملی داریم بهش نگاه میکنیم، به عنوان یک اقلیت نگاه میکنیم. یک مشکل بسیار بسیار بزرگی هست. یک مثال خیلی کوچیک میخوام براتون بزنم. شما میخواین الان بریم وام بگیرید. این وام 30% که شما الان دارید اینجا سر و دست براش میشکنید و همه با آغوش باز میرن این کار رو انجام میدن. چند سال قبل بانک رسالت واقعا ایده خوبی رو داشت. ببخشید من اسمو به کار میبرم، میخوام مصداق بگم. اون 4% داشتش وام میداد. همین 4% در اون منطقه در واقع پذیرا نبودش و مردم بازم این 4% رو هم به عنوان ربا نگاه میکردن. حالا آقای حسین زاده یک صحبت رو تو مسجد مکی داشتش، در اونجا مطرح شد. حالا گفته شد این 4% برای چی؟ گفت برای همین هزینه‌های اداریمون هستش و همونجا به هر حال در پاسخشون گفته شد شما این 4% رو هم نگیرید، ما از وجوهات خودمون میدیم و این مسئله اتفاق افتاد. اونا دیگه اومدن وام‌های بدون سود دادن. این چند تا اتفاق حالا میخوام ببینید این چه اتفاقی افتاد. یک، سرمایه‌دارای محلی چون که براشون همیشه بحث‌های مالی مطرح نیست، اون جایگاه اجتماعیشون هست، اینا اومدن اعتباراتشون رو گذاشتن تو همینجا و امتیاز سودش رفت برای آدمای نیازمند. پس اون کسب بچه ملی و محلیشو تونست داشته باشه، اون آدمای نیازمند به اون وام‌های خودشون رسیدن و یک مشکل بزرگی حل شد. ببینید من فقط میخوام اول به این مسئله یه ذره بیشتر دقت بکنیم. هر وقت ما تونستیم ترتیب‌ها و نهادهای غیر رسمی رو به خوبی بتونیم شناسایی بکنیم، این یعنی همون شناخت کامل منطقه، و این رو ترتیب‌های رسمی رو هم بتونیم این دوتا رو هم ببینیم و این دوتا بتونن رو هم دیگه سوار بشن، یک اثر هم‌افزایی داشته باشن، ما 100% در اونجا میتونیم موفق باشیم. حالا طرح شهید شوشتریشون مطرح فرمودن، این کاری که بانک رسالت داشته، حالا به عنوان مثال من میخوام براتون عرض بکنم. اما هر وقت ما از دور تونستیم بیاییم نسخه بپیچیم برای مناطق پیرامونی خودمون، استانهای پیرامونیمون، 100% با شکست مواجه شده. حالا یه مثال خیلی کوچیک شما برید خونه‌های مسکنی مهری که در اون مسیری که من میرفتم تا چابهار هر وقت میرفتم واقعا گریه‌ام میگرفت که اینقدر ما سرمایه‌های مملکت رو اونجا اومدیم یک کپر با اون زیبایی بسیار قشنگی که خودش داره، خیلی شکل متجانس، با یه دونه قوطی کبریت مثلا برای مردم ساختیم که استفاده نشد. اگر پس ما ابتدا این مثال ابتدایی که شاید حالا با سوالی که شما فرمودید خیلی هم ارتباط نداشتش، یه مقداری مد نظر قرار بدیم، ببینیم که دانشگاه‌های اونجا چه رویکردی دارن.
ما الان میخوایم در اونجا بیایم طرح‌های توسعه فراوانی رو داشته باشیم، خیلی زیاد که حالا اون زمانی که بودیم میگفتن 1 میلیون میخواد اشتغال ایجاد بشه، 1 میلیون وقت میخواد بیادش، حداقل 4-5 میلیون نفر میخواد جابجا بشه و مسائلی از این قبیل. اگر این کار درست حسابی انجام نشه ممکنه ما در طرح‌های، یعنی از نظر توسعه اقتصادی شاید مثلا موفق باشیم، همین کاری که ما در عسلویه موفق بودیم، اما در بحث فرهنگ اجتماعی مطمئنا موفق نیستیم. شما تصور بفرمایید که الان اون کارخونه میخواد ساخته بشه، اون مجموعه میخواد ساخته بشه، آرماتور بند میخوادش، نمیدونم جوشکار میخوادش و خیلی چیزای دیگه میخواد. بیایم الان با هم دیگه بریم تو منطقه، بگی الان من میخوام یه کارگاه ساده بسازم، یه کارگاه ساده کارگر میخوام. ببینیم میان وقتی به شما مراجعه میکنن مردم محلی میگن که من میتونم حالا ناتور یا نگهبانت باشم، خیلی 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 هنر کرده باشه میگه من میتونم راننده‌ات باشم، اما شما در منطقه اصلا مهارت ندارید و این وقتی مهارت نیستش یعنی چی؟ ما بعد بیایم از شهرستان‌های پشتش استفاده بکنیم. شهرستان‌های پشت اونجا متاسفانه وضعیت بهتری نداره. پس وقتی وضعیت بهتری نداره آخر سر شما میخواین یک افرادی با یک فرهنگ‌های کاملا متفاوت اون منطقه بیاریم در جامعه‌ای که به حال ساختارهای مذهبی و ساختارهای قومیش کاملا چه از نظر رویکرد مذهبی چه از نظر ساختار فرهنگ اجتماعی پذیرای اون نفر نیست. میدونید اون وقت چه اتفاقی میفته اگر ما درست برنامه‌ریزی نکنیم؟ اتفاقی میفته پس فردا ما با رویکرد توسعه اقتصادی وارد منطقه شدیم، ولی میتونن به ما این انگ و در واقع این تهمت رو بزنن که ما با تغییر ساختار قومی و مذهبی وارد منطقه شدیم، یعنی میخوایم افراد دیگری بیاریم که اون نسبت‌ها به هم بخوره. خب چگونه میتونیم از این مسئله جلوگیری بکنیم؟ وقتی که آموزش هایی که میخوایم در منطقه بدیم، چه در بحث آموزش پرورش و هنرستان و مسائلی از این قبیل، چه در بحث دانشگاه ها. خب حالا ببخشید من نکات منفی رو میخوام براتون بگم. الان مثلا من وقتی در بحث دانشگاه منطقه، مخصوصا اونه که تو خود ساحلن، من یه صحبتی رو خدمتتون داشتم سواحل مکوران و یکم همون استان هشتمی که در گذشته ها بود و مسائلی از این قبیل. من نمیخوام بگم رشته‌های علوم انسانی چیز بدیه، خیلی خیلی هم خوب هستش. اتفاقا رشته‌های علوم انسانی میتونن اگر درست حسابی روش کار بشه و نه فقط همون سیستم هایی که ببخشید ما یه ترجمه داریم، یه تالیف داریم، ترجمه فقط روی کردمون از خارج میریم همونو میخوایم مثلا وارد منطقه بکنیم. یک تالیف هستش که میگه با فرهنگ عمومی یه کاری رو انجام میدیم که از نظر من خیلی از کارهایی که داره تو منطقه میشه از جنس ترجمه هستش. حالا یک مطلب و دوم از جنس مهارت آموزی در اونجاها وجود نداره. یعنی مثلا خیلی از دانشگاه‌های اونجایی که میبینید حجم بسیار زیادی رشته‌های حسابداری دارن، رشته‌های چیزی رو دارن. من فکر نمی‌کنم این گونه در واقع آموزش یا حالا در پایین‌تر از اون هم میگم بحث‌های آموزش پرورشی یک دونه هنرستان فعال من تو منطقه ندیدم. و عذرخواهی می‌کنم چون بحث دانشگاه پیش کشید، یعنی اینکه رشته‌های مرتبط وجود نداره، همون سوالی که از استاد سیفی پرسیدم می‌خوام از اینجا از شما بپرسم. یعنی دانشجوها انتفاع خودشون رو نمی‌بینن که درخواست رشته‌های مرتبط با طرح توسعه رو ندارن؟ ببینید سوال شما یه مقداری سخته بهش پاسخ دادم. شما الان می‌خواین بیاین یک دونه رشته فنی حرفه‌ای رو راه بندازید. رشته فنی حرفه‌ای چی احتیاج داره؟ کارگاه احتیاج داره. و کارگاه تأسیس کردن به این راحتی نیستش که شما یک کلاس درس بذارید و بیاید مثلا یه رشته حسابداری رو تشکیل بدید. فرقش در این هستش که شما وقتی می‌خواید یه فنی حرفه‌ای رو ایجاد بکنید، یه موتور می‌خواید بیارید. آقا موتور قیمت داره. من یادم نمیره ما اونجا یک دونه هنرستانی رو داشتن دنبال می‌کرد، یعنی میگفتن هنرستان. من وقتی میرفتم تو منطقه اون مسئولش میگفت من یه دونه فازمتری ندارم. ببین پس اگر میخوادش که این بحث‌های آموزش‌های فنی حرفه‌ای اتفاق بیفته، این مجموعه‌هایی که در منطقه هستن، حالا اسم بیارم خب یکی رو میگم یکی رو نمیگم، الان این تا مجموعه دارن تو منطقه فعال میشن، همه بحث توسعه میگن. اینها هم باید این مسئولیت اجتماعی خودشون در رابطه با هستی مطرح بکنن. من اون موقع حالا درگیر بودیم و یه مقداری زیادم صحبت میکردیم. وقتی میرفتم بهشون میگفتم آقا بیاین یه هنرستان ایجاد بکنی، این اون میگفتش من رسالت خودم رو در این میبینم که بیام چند تا کولر گازی بدم به کلاس ها و این حرفا. من بهش میگفتم عزیز من
تو کولر گازی هم ندی بالاخره توی گرمان باشه این کلاس تشکیل میشه. اما اگر تو بری هنرستانی ایجاد بکنی، این کارو بکنی، این کارو بکنی، پس فردا همین بچه‌هایی که الان متاسفانه به خاطر اینکه کار ندارن درگیر قاچاق و این فجایع هستن و مسائلی از این قبیل یاد میگیرن که در همینجا بیان اشتغال زایی بکنن و از ورود افراد غیر بومی به منطقه جلوگیری بشه. ببینید پس پرداختن به این مطلب دو تا اتفاق باعثی بیفته. یک، ما نسخه برای توسعه آموزشی منطقه ببندیم که در واقع مطابق با وضعیت منطقه باشه، مطابق با نیازهای منطقه باشه، نه فقط اجرا. ببینید اینکه مثلا ما پس فردا بگیم که الان برید شما، خیلی ما آمارهای قشنگی تو مملکت خودمون می‌بینیم که اینقدر مقاله نوشتیم، اینقدر این کارو کردیم، اینقدر ISR کردیم، رشد علمیمون مثلا آسمون رو سوراخ کرده. اما اگر بریم ببینیم که این مقالاتی که نوشته شده کدومش به درد مردم منطقه خورده، خب یه آمار اسفباری پیدا می‌کنیم. و اینکه حالا زیاد اطاله کلام نکنم، پیشنهاد مشخص من این هستش: ما هر الگویی برای توسعه آموزشی منطقه داریم که ما در واقع می‌خوایم جوان‌های منطقه رو، دانشجوهای عزیز رو می‌خوایم سوق بدیم که برن در بحث آموزش پیشرفت بکنن. این حرفا بایستی مطابق با نیازهای واقعی اون منطقه باشه که این اون وقت مشکلات خودش رو به دنبال داره، بودجه و مسائلی از این قبیل. اون مسئولیت‌های اجتماعی، اون ساختارهایی هم که تو منطقه هستن که دستمالشون هم خدا رو شکر از نظر مالی خوبه، یک مقدار اونها هم جهت بدیم به این مطلب. یک مثالی رو عرض می‌کنم. ما یک تجربه موفقی رو داشتیم، حالا ببخشید من اسم میارم، دانشگاه علامه بود. ما از چابهار تا قشم اینا رو زمینی آوردیم و فهمیدن واقعا وضعیت چی هستش و بعدش ما ازشون خواستار این شدیم که بیان حالا اردوهای آموزشی رو در مناطق اجرا بکنن که همون موقع دانشگاه علامه کمک کرد، خیلی کار قشنگی شدش. 2 هفته بودش در اونجا در سیریک اجرا شد و یک 4-5 روزم بعدا کمک کردن تو انتخاب رشته. تا اون سال آمارش اگه خواستیم بعدا خدمتتون تقدیم میکنم، تا اون سال ما هر چی که در واقع قبولی داشتیم توی مجموعه دانشگاه فرهنگیان رو در این حد بودش. همون سال اتفاقی که افتادش، 2 تا کنکور سراسری داشتن، پزشکی داشتن، 2 تا دندون پزشکی داشتن و حدود 15-16 تا مهندسی داشتن که همین الان که دارم براتون عرض میکنم چون من هنوزم ارتباط دارم، خدا رو شکر فارغ التحصیلای همونها الان رفتن در درمونگاه‌های منطقه سری، روستای گونمردی و جای دیگه، الان در واقع اومدن به مردم دارن خدمت میدن. ببینید اتفاق خاصی نیفتاد، یعنی در اون 2 هفته هیچ نمیتونم بگم که ما تونستیم از اون بچه‌های معمولی بیایم مثلا ارسطو و افلاطون و علمای دهر بسازیم، ولی اتفاق افتاد. احساس کردن که میتوانن این کار رو انجام بدن، احساس کردن که این حس اعتماد به نفس درشون به وجود میاد، احساس کردن که بله میشه این کارا رو کرد و نتایج بسیار با ارزش بود. اگر شما بحث همین آموزش رو دارید مطرح می‌کنید، ببخشید البته من مجبور شدم از سوال شما این مقداری با حاشیه برم برای اینکه حالا این مقداری بحث رو منتقل بکنم. ما اگر ارزم تقدیم شدش، ما اگر میتونستیم برای هر کدوم از اون شهرهای منطقه، شهرستان‌های منطقه یک دانشگاه معین داشته باشیم که دانشگاه معین اونجا بیادش با دانشگاه مستقر در اونجا ارتباطی برقرار بکنه و هدفمند اردوهای آموزشی داشته باشن. یعنی مثلا اگر تو هرمزگان هستش دانشگاه هرمزگان، بیاد مثلا با کمک مثلا یه بررسی بشه چه اتفاقی باید بیفته در شهرستان‌های مختلف سیریک و جاسک و حالا میناف به حدودی، چون که اینا در مجموع اونجا هستش. چند تا دانشگاه مثلا مثل امیرکبیر هستش، عرض بکنم علامه هستش، نمیدونم اینا بیان در اینجا هر کدوم معین بشن و به همون ترتیب هم در دانشگاه چابهار بازم مثلا با دانشگاه‌های دیگه ارتباطی بگیرن و یک رقابت سالم حتی در اینجا باشه که ما حتی ببینیم که چه اتفاقی میفته. هدفمون هم چی باشه؟ هدفمون هم توانمندسازی بچه‌های منطقه باشه که در واقع بتونن آینده سازای همون منطقه بشن. متشکرم از شما. آیا امیر فرج، میخوام ازتون سوال بپرسم که به نظرتون مردم منطقه کلا ارتباطی با طرح توسعه سواحل مکران به طور کل دارن؟ عرض کنم خدمت شما که چقدر ارتباط دارن؟ خب هیچی، ولی خب مسئله اینه که اون ور میزم کسی نیست که اما کسی بخواد باشه ارتباط بگیره. مثلا طرح توسعه مکرانی وجود نداره. حالا من خیلی شاید
دارم تند این جمله رو بیان میکنم. یک زحمتی تقریبا شاید بشه با شسته رفته ترین چیزی که بشه بهش استناد کرد و بالاخره سند ملی هم هست و این داستان ها یک زحمتی ازش که آقای دکتر شریف زادگان از سال 94 کشیدن تو دانشگاه شهید بهشتی و سال 97 و 98 تو شورای عالی معماری شهرسازی و شورای عالی آمایش سرزمین، یعنی دو تا شورای عالی تصویب شد. البته که کشمکش‌های در دستگاهی بود. یه سندی بود که ایده‌اش رو وزارت راه داد، کارفرماش وزارت راه بود، پولش رو وزارت نفت داد، آخر سال سازمان برنامه ابلاغ کرد. یعنی همچین در واقع کشمکش شد. پیگیرش هم وزارت دفاع بود، چون که امور دبیرخونه‌اش هم آقای آره اون هم که بعد در زمان آقای دهقان و بعدش امیر فاطمی بعد آقای اسلامی اونجا بودن. عرض کنم خدمت شما که مسئله سر اینه که بجز این کارهای شریف زادگان که حالا با همه انتقادات و اینها به نظر میرسه بالاخره یک کار شسته رفته‌ای در اومده و برخی از نکاتش قابل توجه و تأمل و قابل پیگیری هست، حتما نیاز به اصلاح و اینها داره. ما چیزی در عنوان طرح توسعه مکران نداریم واقعا که مثلا مبنای عمل باشه. حالا در واقع نوشتن و اینها یک حرفه، ولی ضمانت اجرای عمل در واقع در همه این سالها اتفاق نیفتاده و همه این اتفاقاتی که عرض کنم خدمت شما توی 16 سال اخیر به یک معنا وارد سال 17 به دوره جدید توسعه مکران توی ایران میشیم. عرض کنم خدمت شما که گام عملیاتی براش اتفاق نیفتاده و به معنی عملیات وابسته به اون نگارش‌های سندی و اینها نبود. به نظر دانشجویان بلوچ و کلاً دانشجویان ایران و حالا هر کسی که نسبت به آینده ایران علاقه‌منده باید پی این باشه که ببینه آینده ایران رو، یعنی این به عنوان یک سوال به نظرم قابل طرح و قابل بیان و قابل چالش و گفتگو هستش که آیا آینده ایران رو میشه از قبل تکه جنوب شرقیش ساخت یا نه. من حالا اینجا یه طرح بحثی دارم، یه مسئله ای رو به ذهنم میرسه که دوستانم بیان بکنم، سواء اینکه طرح توسعه اساسا وجود داشته باشه یا نداشته باشد. با این مقدمه عرض بکنم که من حتما با بیان آقای دکتر پزشکیان با همه دغدغه و در واقع پیگیری که دارن مخالف هستم که الان تو شرایط فعلی، تو شرایط منطقه و تو شرایطی که ایران باهاش درگیر هست و اینا، این همه تأکید روی در واقع مشاور خارجی و اینها دارن. ما حتما باید در واقع از ظرفیت اونهایی که تجربه توسعه واقعی داشتن استفاده کنیم، شبیه همون چیزی که در دوران پهلوی دوم اتفاق افتاد، اون ادامه عرض کنم خدمت شما که اصل 4 ترومن که در واقع تو ایران نمودهایی داشت، سازمان عمران‌هایی که شکل گرفت و اینها، تا از تجربه ها از مستشاران، شاید حتی عرض کنم خدمت شما که از مشاوره گرفتن ها باید استفاده کنیم، ولی نگاشت نهادی و نگاشت به معنی سندی توسعه مکران الزاماً توی این شرایط که مشخصاً مسئله مکران یک مسئله ژئوپلیتیکی و یک مسئله حتی در لایه شاید همتراز با یک مسئله امنیت ملی و امنیت بین المللی هستش، الزاماً با مشاور خارجی محقق نمیشه. این خودش یه انگاره پسینی در انگاره پیشینی در ذهن گوینده داره که توسعه رو پروژه میبینه دیگه. یعنی خب حالا بیایم بگیم که اون فولاده کجا باشه، اون نمیدونم پرورش میگوه کجا باشه، این کجا باشه ها رو خب خودمون هم میتونیم تعیین بکنیم. مثلا اینه که شما تکه جنوب شرقی ایران که از قرن 18 محل تقابل بریتانیا و روسیه بوده، الان محل تقابل چین و آمریکا هستش، رو چجوری در واقع میخوایم مدیریت بکنیم؟ این رو حتما مشاور بین‌المللی نمیاد در واقع با این صداقت و صرافت با شما بیان بکنه. و خب شما نیازمند، من از اینجا میخوام گذر بزنم به همون حرف اولم که سوال شما بود که میفهمید دانشجویان بلوچ چرا باید به طرح توسعه بکنم. من میگم باید اینطور سوال رو مطرح بکنیم که چرا دانشجویان بلوچ و چرا دانشجویان ایران و چرا در واقع آحاد در واقع ملت ایران باید به این مسئله فکر کنن که آینده ایران رو ما میتونیم از قبل تکه جنوب شرقیش بسازیم. یعنی در واقع ما
یک ظرفیتی داریم. حالا این لفظ انقدر در واقع به یک معنی دستمالی شده آدم شاید خیلی نخواد که بیان بکنه. خب این لفظی که رهبری فرمودن که گنج پنهان، واقعیت اینه که اون ظرفیت جغرافیایی که جنوب شرق ایران داره رو آیا ما میتونیم که محقق بکنیم برای ساخت آینده ایران یا نه. من قرائتم این هستش و به نظر میرسه خوبه پیرامون این مسئله آدم ها گفتگو بکنن که ما اگر به جغرافیای ایران، یعنی به پهنه سرزمینی ایران نگاه بکنیم، جنوب شرقی ایران به یک معنا تلاقی دو تا ظرفیت مهم جغرافیایی برای ما هستش که این دو تا ظرفیت جغرافیایی از قضا در همه تاریخ ایران، یعنی در همه ادوار و حکومت‌ها و اینها هم در واقع بهش غفلت شده و توجه جدی نشده. مسئله اول مسئله حرکت ما به سمت دریا هستش، یعنی موضوعیت داشتن مسئله دریا هستش که ما نوعا ازش غافل بودیم دیگه. حالا شاید آوانگاردترین جمله‌ای که اینجا بیان میشه آدم‌های مختلف بیان میکنن اینها همین جمله رهبری باشه که میگن اروپایی‌ها به آب رسیدن و نترسیدن و به دل آب زدن، ما به آب رسیدیم و ترسیدیم و ادامه ندادیم. عرض کنم خدمت شما این سابقه تاریخی که ما نوعاً توسعه مفهوم ایران رو بری تعریف کردیم، یعنی از قبل سرزمین تعریف کردیم. البته اجتناب ناپذیر بود، فلات مرکزی ایران این رو طلب میکرد که این اتفاق بیفته و خیلی واهمه داشتیم که بریم به سمت دریا یا در مقاطع کوتاهی در تاریخ این سرزمین، مثلا چه می‌دونم دوره هخامنشیان یا عرض کنم خدمت شما که دوره سلجوقیان یا دوره صفویان، برخی از مثلا اتفاقات دریایی افتاد. مثلا ما جاده ادویه رو داشتیم و موازات جاده ابریشم که مثلا از هندوستان یه جاده دریایی بوده می‌رسید تا هرمز و مثلا تا جنوب و جنوب شرق ایران در واقع گسترده می‌شد و اینها. خیلی مسئله دریا مسئله بلدی نبوده، مسئله پررنگی توی ذهنیت ایرانی به معنای ساختن تمدن ایرانی، به معنای ساخت مفهوم ایران، اون چیزی که تحت عنوان ایران میشناسیم توی حالا حتی تعابیر ایران شهری و غیره و این داستان ها نبوده. و عرض کنم خدمت شما که من اینجا خیلی تأکید دارم روی این کلمه که ما نیازمند تغییر پارادایم توسعه ایران هستیم، از توسعه بری به سمت توسعه بحری. یعنی اینکه شما حرکت بکنید به سمت اینکه ایران رو از قبل دریا هم بتونید تعریف بکنید. این به معنی این نیستش که ما البرز و زاگرس رو در واقع کنار بذاریم یا فلات مرکزی ایران رو کنار بذاریم، ولی خب نقش دریا و در واقع درصدی که دریا توی ساخت ایران میتونه اشغال بکنه حتما درصد کمی هستش. همه چیز حتی ما مثلا خیلی پیشا تعریف ردیف ها و سرفصل ها و تایتل ها ما حتی عرض کنم خدمت شما خیلی از مفاهیم دریایی رو هم توی ایران تعریف شده نداریم. مثلا یکی از حرفا اینه که ما حساب اقماری دریا نداریم. همین الان سازمان برنامه وقتی میخواد که ردیف های بودجه رو مشخص بکنه، خب مشخصه هر کدوم از مثلا به یک معنی تایتل های اصلی اقتصادی سهمشون از جی دی پی چقدر هستش، ولی دریا هیچ در واقع سنجه و شاخصه ای نداره. حالا برخی از افراد تلاش های توی این 2-3 سال کردن ولی هنوز در واقع تکمیل نشد. توی حقوق دریا، توی انرژی دریا، توی استحصال از ظرفیت‌های زیستی دریا، تنها چیزی که فعلا دریا برای ما توی جی دی پی تونست نقش بازی کنه همین استخراج نفت و گاز بوده. یعنی اگر که اون رو کنار بذاریم دریا خیلی سهم اندکی داره. و به تبع این ماجرا که حالا مسئله اقتصادی هستش، البته قبل از این ماجرا هم بحث‌های ژئوپلیتیکی و بحث‌های روابط سیاست خارجی و این داستان‌ها هستش. و به تبع این ماجرا مسئله ساخت یک مدنیت جدید در کنانه‌های دریایی. ما الان نمیدونم عدد آخر 2%، 7%، حالا عددهای مختلفی بیان میشه که اینقدر درصد از جمعیت ایران دارن در کنار سواحل زندگی میکنن، در حالی که تو دنیا خیلی از شهرهای بزرگ هستن که الان در کنار سواحل شکل گرفتن و اساسا اونجا خب یک زیست اجتماعی جدید مبتنی بر این اقتصاد و روابط بین الملل و اینها رو شکل داده. همه حتما اینجا با اون حرف پایتخت موافقم. توی انتقاد آقای قالیباف به نظر من دقیق تر بیانش کرد، گفتش که پایتخت دوم اقتصادی، ما پایتخت دوم اقتصادی به نظر میرسه که حرف دقیق تری باشه و مثال‌های متعددی توی دنیا سر این ماجرا داریم. نمیدونم بمبئی، دهلی، آنکارا، استانبول، نیویورک، واشنگتن، حالا
جای دیگه در واقع تو کراچی اسلام آباد اصلا. این خب مستلزم این هستش که شما فهم از اینکه دریا چه نقشی توی ساخت آینده ایران میتونه بازی بکنه داشته باشید. بعد بیاید بگید خب پایتخت حالا میخوایم بریم به سمت جنوب شرق ایران و اساسا جنوب ایران و عرض کنم خدمت شما که اونجا یک مدنیت جدیدی رو شکل بدیم. حالا همه این بحث های کاملا درستی که دوستان میفرمایند که در واقع دیدن جامعه محلی و عرض کنم خدمتشون همراه سازی جامعه محلی بالاخره قراره که بلوچان نقش بازی کنن تو آینده ایران. و من نظرم میرسه ما خیلی در یه دو قطبی بسیار بدی گیر کردیم که یا آدم ها خیلی نگاه ماکروسکوپیکی دارن و از تهران نگاه این میکنن که خب اونجا خیلی نقطه ژئوپلیتیک و نقطه استراتژیکی هست که حتما هست و در واقع دیگه هیچ التفاتی به مسئله جامعه بومی اونجا نداره که مثال های در واقع غرب تنگه هرمز برای ما الان روی زمین هست، ماهشهر و عسلویه و عرض کنم خدمتش حتی آبادانی که با وجود اینکه مثال موفق تری از این دوتا هست ولی باز همون هم کلی آرزوها و اینها داشته. و یا نگاهشون نگاه کاملا جامعه بومی و جامعه محلی و اساسا هیچ التفاتی به اینکه اینجا چه نقشی توی کلیت پهنه سرزمین ایران میتونه ایفا بکنه ندارن و توی این دو قطبی هی در واقع یک کشمکشی ایجاد میشه و عملاً کار به نتیجه و روی زمین نمیشه. این از نکته اول که چرا مکران مهم است و چرا مکران میتونه که توی آینده ایران نقش بازی کنه. من دوباره صورتبندی رو عرض بکنم خدمت شما. اگر دریا برای ما مهمه، اگر میخوایم به سمت دریا حرکت بکنیم، ما 3 تا پهنه دریایی بیشتر نداریم. برای ما دریای مازندران یک دریاچه بسته هستش، خلیج فارس هم یه حوضچه نیمه بسته است. همونطوری که ما میتونیم محدودیت تنگه رو برای همسایگانمون ایجاد بکنیم، اونها هم میتونن برای ما ایجاد کنن. اساساً رفتن به سمت خط لوله گوره بجاست به خاطر همین بود. در واقع شما یک پایانه فروش نفت دومی بعد از خارک توی جاست و کوه مبارک داشته باشید که حالا داستان خیلی داره و اینها. فلذا که تنها نقطه رهایی ما و تنها نقطه اتصال مستقیم ما به آبهای آزاد کرانه شرقی تنگه هرمز هستش که معروف به منطقه مکران از میناب تا دشتیاری. و عرض کنم خدمت شما که حالا یه قولی از امیر ایرانی چند بار به خود من گفتن که شما کنارک بازی تا قطب جنوب هیچی جلوتون نیست، همینجور مستقیم بگیرید برید. عرض کنم خدمت شما مهمه که ما بدونیم که در چه نقطه استراتژیکی ایستادیم و بعد چجوری از این ظرفیت استفاده کنیم. این نکته اول راجع به این که چرا مکران مهمه و چرا مکران میتونه تو آینده اینا نقش بازی کنه. یک نکته دیگه هم به زعم من باز از قبل جغرافیا همین اینا الان جمع میکنم نگاه بکنیم. مسئله توسعه شرق ایران، ما نوعاً توسعه در ایران البته به خاطر جغرافیا و به خاطر اقلیم این بوده که به سمت زاگرس و البرز میرفته و شرق ایران خیلی نقش جدی در واقع توی توسعه ایران بازی نکرده. ما بجز در تو کل کرانه شرقی ایران بجز مشهد تقریبا هیچ شهر بزرگ یا متروپولی در واقع نداریم و حتی کشورهای شمال شرق ایران که یک روزی هم جزء ایران بودن یک بخش خوبیشون، مثلا هرات و عرض کنم خدمت شما خوارزم و نمیدونم 4 تا شهر دیگه‌ای که حالا کوچیک‌تر یا بزرگتر هستن، همه این منطقه یعنی چه 3 تا استان، شاید بشه گفت حتی 4 تا استان شرقی ما، چه 5 تا کشور آسیای ما، چه افغانستان، تنها راه دسترسیشون به آبهای آزاد منطقه مکران و اتفاقا منطقه مکران میتونه که پیشگام و پیشران توسعه این استان‌ها و این کشورها باشه و نقش بازی کنه توی روابط ژئوپلیتیک اینکه این کشورها میتونن با هر کدوم از قدرت‌های بزرگ بازی کنن. یعنی اینکه هر کدوم از این کشورهایی که الان نام بردم محل نزاع چین، آمریکا، روسیه و قدرت‌های دیگه هستن که میتونن در واقع مکران از این کارت و از این بلیت استفاده بکنه برای ارتباطات و اینها که خب متأسفانه واقعا اینجا انتقاد بسیار بسیار بزرگ در همه این سالها به شورای عالی امنیت ملی بوده که هیچ وقت نگاه درستی به این مسئله نداشته و نتونسته از این ظرفیت به درستی استفاده کنه. من عرضمو تمام بکنم. به فلذا به زعم من این هستش که اگر که می‌خواهیم که بگیم که چرا برای دانشجویان بلوچ طرح توسعه مکران مهمه، از من به نظرم سوال باید تغییر بدیم چرا برای دانشجویان بلوچ باید این مهم باشه که مکران مهم است و مکران چرا برای ایران مهم است.
قرائت بنده که حالا حتما قرائت ناقصی است و باید کامل‌تر بشه در گفتگوی با بزرگواران دیگه، این هستش که مکران نقطه تلاقی توسعه دریامحور و توسعه شرق ایران و از این نگاه شما میتونید که شاید بخشی از ساخت آینده ایران رو از قبل منطقه مکران داشته باشید. من لازم یک حالا اون موقعی که ما بحثای حالا درگیر این جلسات تبیین بودیم تو دانشگاه و جاهای دیگه، هر وقت بحث محروم بودن منطقه مطرح میشد من این جمله رو میگفتم درسته که اونجا کمتر توسعه یافته است، درسته که محرومه، اما اگر اینجا بخوایم یه امتیازی بدیم، مثلا محرومیت منطقه رو بگیم 1 2، بعد بگیم 10 ایران از اون منطقه محروم بود. حالا صحبتی که بزرگوار فرمودن کاملا درسته. اینجوری نیستش که مثلا ما میخوایم بریم حالا مثلا اینقدر همت مثلا پول اونجا خرج بکنیم که اونجا توسعه پیدا بکنیم. ما در واقع باید بگیم که اگر ما 10 همت میایم 20 همت اونجا میایم ما خرج میکنیم، 100 همت 1000 همت به ایران برمیگرده و در واقع ایران از محرومیتش از اون منطقه در میاد. ایشون خیلی گذرا اشاره کردن به همین چابهار. ببینید الان چابهار رو چین اومده در گواتر اومده کلی کار کرده برای اینکه می‌خواسته کریدور شمال جنوب از اون ور ببره و ما اگر میتونستیم خیلی همیشه، ما بدبختیمون اینه که همیشه فقط به توسعه برونزا و به بیرون فکر میکنیم. اگر همون موقع ما یک مقداری رو توسعه منطقه فکر میکردیم، ما به راحتی میتونستیم بیایم با بلیت چابهار این موازنه قدرتی برای روابط رو با پاکستان، چین و هندوستان ایجاد بکنیم و بیشتر از اون همون قسمت‌های در واقع محبوس در خشکی که بالا فرمودن اونها به این نتیجه برسن. اگر بندر مثلا وقتی که اونها مسیر ورود و خروجشون از بندر چابهار میشد، اینجوری میشد که اگر اونها فکر بکنن که بیان مثلا چابهار رو تحریم بکنن، در واقع تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان تمام اینا هستن که در واقع تحریم میشن. ولی متاسفانه همین که سیستمی که شما فرمودید، اتفاقی که افتاده همیشه مشاورای ما نه به عنوان کمک بلکه به عنوان طراح اصلی بودن و شاید خیلی از وقتا کاری هم که میکنن 100% به سود ما نبوده باشه. واقعا ایران از اون منطقه محروم هستش. متشکرم شما. خدا براتون خیر بده ان شاء الله بیشتر در خدمتتون باشیم، هم در تهران هم در چابهار بتونیم که نشسته خوبی رو برگزار بکنیم که اثر بخش باشه. خیلی از همگی متشکرم.